الله جل جلاله از علی کمک می‌خواهد. وقتی شبکه دست آدم باد کرده باشد و نداند چگونه خرچ آن را درآورد، متخصصان خمس و تدریس و هنرمندان کذب و دروغ مجبور به پر کردن ذهن مردم از عقاید باطل می شوند تا باج عقیدتی خود را به نحو کامل انجام داده باشند. شیطانیاری آخوندی که وجود او نعمتی برای مردم فارسی زبان است، زیرا جسد پوسیده دین شیعیان رافضی را بدون لباس زیبای تقیه به مردم نشان می دهد. او می گوید امیرالمؤمنین علیه السلام کسی که خدا در قرآن خود برای حبیب خود از او کمک خواسته. امیرالمؤمنین علیه السلام کسی که خدا در قرآن خود برای حبیب خود از او کمک خواسته. ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. کیست که امیرالمؤمنین رسول خدا صلی الله علیه و سلم را یاری کرد؟ الله متعال در رد کفرگویی های شیطانیاری و سایر آخوندان همکیش او که میگویند علی رضی الله تعالی عنه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را کمک نموده و نصرتش داده، میفرماید الا تنصروه فقد نصره الله. اگر او یعنی پیامبر را یاری نکنید، در حقیقت الله او را یاری کرد. بینندگان گرامی، هنگامی که غلو آخوندان شیعه مانند شیطانیاری به آخرین حد خود میرسد و سخنان الله جل جلاله به فراموشی سپرده می شود، به بدترین حالت بی‌حرمتی و توهین به ساحت پاک الله جل جلاله و رسول او صلی الله علیه و آله و سلم صورت میگیرد. آخوندان رافضی در وصف ائمه و ذکر خصوصیاتشان چنان سخنان غلو آمیزی میگویند که در واقع توهین به ساحت پاک و والای الله متعال و پیامبر او صلی الله علیه و آله و سلم به صورت آشکار دیده می شود. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. ذاتی که فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن اوست و هیچ فرزندی بر نگرفته و در فرمان روایی شریکی ندارد.